یکی از عامل‌هایی که علم به وجود آمده است این ترس است. یعنی یک حادثه کیهانی به وجود می‌آید، مردم وقتی که سببش را نمی‌دانند می‌ترسند. ما وقتی که کیهان را می‌آموزیم آرام می‌شویم. همون حسی ترس از بین می‌رود، چون می‌دانیم که این حادثه‌ای که در کیهان به وجود می‌آید به ما ضرر نمی‌رساند. من رضای بهرامزاد، خادم پیشبری علمی انستیتوت فیزیکی و تکنیکی به نام سلطان معرفی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. عین حال همچون محقق، همچون خادم علمی به آموزش اصولهای نوی به قیدگیری و آموزش نورهای کیهانی، مخصوصا گاما کوانت‌های بلند انرژی مشغول هستم. از زمانی که من دانشجو شدم با بسیار مردم روبرو می آمدم که درباره حادثه‌های عادی طبیعت معلومات کافی نداشتند، یعنی تصورات آنها نادرست بود. از همونجا به خلاصه آمدم که باید با زبان ساده عادی به مردم همین حادثه‌ها را فهماند و از دوره دانشجویی سر کردیم به نوشتن مقاله‌های علمی عمومی در گزیته دانشگاه. بعداً ما رو به تلویزیون دعوت کردند، به برنامه‌های رادیویی دعوت کردند و از همین امکانیت‌ها استفاده برده ما سر کردیم به شکلی ساده فهماندن همان حادثه‌های فیزیکی، روندهای استرونومی و دیگر ناوگانی‌هایی که در علم به وجود می‌آیند. در همین حالت امکانیت پیدا شد که من با راهبری محترم کشورمان هم صحبت شدم و به آن کس پیشنهاد نموده بودم دایر به گذرانیدن آزمون جمهوریوی نسبت به فن‌های دقیق. فرمانی حکومت صادر گردید، آزمون علم فروغ معرفت تشکیل کرده شد و امید میکنم که این آزمون برای ما خوانندگان بالیاقت را معرفی میکند و آینده آنها برای رشد و نموی وطن عزیزمان سهم خودشان را میگذارند. در آینده نقشه های زیادی دارم. این نقشه اولی من این حمایه رساله نامزدی میباشد و برآوردن علم تاجیک به سطح بین المللی، در سطحی که در دانشگاه‌های هاروارد و استنفورد و آکسفورد و کمبریج اعتراف کنند، نتیجه های ما را خوانند و از آن استفاده کنند. گرچه می گفتند از قسمت بود فردای من، گرچه می گفتند سه روزی بود دنیای من، گرچه می بستند در گهواره دست و پای من، در زمین بهر تلاش آسمانم زدند.